امسال فرودگاه بین المللی آستانه قزاقستان بر روی خط طولانی جایها و مؤسسه های شامل شد که نام پرزیدنت نورسلطان نظربایف را کسب کردند. هر شهری این کشور می تواند نام شما را داشته باشد، زیرا شما با آن حیات و خون نو جاری کردید. در قزاقستان دانشگاه و پژوهشگاه و کتابخانه به نام نورسلطان نظربایف بوده عکس او در پل ملی جای داده شده است. حزب حاکم نیز نام نورآتن را اختیار کرد. در رمز این گروه سیاسی امضای نظربایف را می‌بینید. بعضی ها فکر میکنند که از حد گذشته است. همه جا به نام نظربایف است و فکرم درست نیست. خود نورسلطان نظربایف هم میگوید این پیشنهاد او نیست. در همه جا نور است. دیروز پارلمنت میخواست پایتخت را به نام من گذارد. من هیچگاه چنین پیشنهاد نکردم. اجازت دهید اون را نور پلازا گذاریم. من در این باره حرف نزدم. شما از کجا این چیز را آموختید؟ زندگی آموزان. آستانه پلازا. نورسلطان نظربایف از سال 1991 به این طرف پرزیدنت قزاقستان است. تأثیر او در همه جا احساس شده، به نظر نمی رسد که این تأثیر کاهش یابد.